ما زادروزی کروشا دویم زادروز جشن گرفته سودا بودیم در خیلی خونه. بعد یکی مهمونمون داد زد تا میخوریم میبینیم خیرس سودگی اومده است بکشیده است. در دستش دخترچه‌ش قپیده سودگی بود. دخترچه‌ش گفته است او چه خیرس کی باور میکند به گپ. بعد میگه اومد بکشید تا خوردم یک کلای سودگی کلای خیرس. ای ترسش خیس گریخت. بعد همه کسا داد زدن سر کردیم نجومیده جوش کلاش نبرداشت تو نه مادرها همه کودکوشون برداشتن و درون دویدن نه گراژ دویدن یکم برای که خواستیم استاد گذاریم همه مردای کلانسالا داد زدیم طرفی خیرس طرفی کودکان بیاد گفته یکم تنها بود. بعد ما ای گراژ آدمای خونه در آوردن شدیم که ای برای راه یک تا دیگه بود. وقتی لورا در ماشین شیشت سیگنال دادن سر کرد گریخت رفت دیومش گریخت لیکن کپکه خوردگی یا 15 دقیقه قریب ایستاد همه خورد بعد رفت. ای کودکا ترسیدیم اولش بعد دیدیم که نجومید همه با ای خطری دور کردیم همه درون در اومدن بعد شوخی و خندیده ایستادیم لیکن در واقعش بسیار ترسیدیم. خوب که یگان استاتیستیکایی در حجمی در آدما نیست خیلی بی‌ضرر بود است ما بعد فهمیدیم و خیرسای سیاه در طبیعت‌های کانکتیکوت بسیار است. A little bit, yes. ما اندک ترسیدیم. در واقع ما فکر داریم که گردی خانه رو دیوار اندازیم چون دیگر نمیخواهیم که چون این چیزی تکرار شود. Because we don't want that to happen again. من گفتم خیرس از اینجا رو. ما نمیدونستیم خیلی خیرسات تا نزدیک آدم آمدن شونه ممکن 3-4 بار دیدگی باشیم آمده مثال روزای اخلاق جمع کنی بعد اخلاق چیزش برآورده بیرون ما میمونیم وقتی اومده جمع میکنن بعضا میبیاد خیرسات شده خوردن به حرکت میکنن خوراک میماندگیه همون روزا بعضا دیدگیم لیکن اومده نترسیده جشن زادروز ویران کردنش با هیچ که